روزی در کلاس استاد دکتر بنی احمد دانشجویی پرسید: استاد شما چرا همیشه کراوات میزنید؟ استاد گفت از روزی که در فرانسه دانشگاه رفتم. آن روزها در ایران به کراوات میگفتند افسار، اما میدانید کراوات چه تغییری در زندگی من داد؟ کسی که کراوات میزند باید یقه پیراهنش تمیز باشد. پس باید پیراهن او تمیز باشد. کسی که کراوات میزند و پیراهنش تمیز است باید کت و شلوارش تمیز باشد. کسی که کراوات میزند و پیراهن و کت و شلوارش تمیز است باید کفش او واکس زده باشد. کسی که کراوات میزند و لباس تمیز میپوشد و کفش او واکس زده است در خیابان درست راه میرود. چقدر سخت بود، اما از فردا همه تو دانشگاه کراوات زدیم. راست میگفت. از اون به بعد دیگه درست راه میرفتیم و به هم دیگه احترام میذاشتیم. کسی که کراوات نمیزد دخترام نگاش نمیکردن. در ناهارخوری تنها میشست. کم کم همه کراوات زدن. عکس کارت دانشجویی ما از اون به بعد با کراوات بود. یادم نمیاد بدون کراوات جایی رفته باشم. تو اداره، تو مهمونی، تو سخنرانی ها، کم کم داخل زندگی. تا اینکه انقلاب شد. در دانشگاه ها کرواتی ها رو اخراج کردن. داخل اداره ها کرواتی ها رو راه ندادن و تو خیابون کرواتی ها رو میگرفتن. کم کم ترسیدم کراوات بزنم. اول کت و شلوارم عوض شد. بعد بدون اتو شد و بعد پیراهنم کثیف شد. بعد کم کم من موندم با یه عرقگیر و یه زیر پیراهنی ساده و یه جفت دمپایی پلاستیکی با یه عدد پیژامه. دیگه از وسط خیابون رد میشم فحشم میدن. مهم نیست، منم فحش میدم. کنار خیابون دل و جگر یا سیراب شیردون میخورم. آشغال توی خیابون میرزم و نه دیگه کسی به من سلام میکنه و نه من به کسی احترام میذارم. اتوبوس بینوبت سوار میشم. نون و بینوبت از نونوایی‌ها میگیرم. چقدر تازگی حرف زشت میزنم. واقعا خودم هم نمیدونم اون همه احترام و ادب به خاطر کراوات من بود یا تو جامعه‌ای زندگی میکردم که همه یاد گرفته بودیم برای پیشرفت تو هر جامعه‌ای ابتدا باید کراوات زد. حیف شد کراواتم رو باز کردم. اگه این پست رو دوست داشتی لایک کن و برای دیدن مطالب بیشتر پرزیدنت رو دنبال کن.